ما امروز نیومدیم که ویدیو بهترین پاستیل رو بگیریم. چرا پس اینجا ایستادیم؟ چون خوشگله. بهترین پیتزای آماده رو بگیریم که دیروز گرفتیم تقریبا اوکی بود. رفتیم گشتیم کل گرگان، مغازه نزدیک خودمون از همه بیشتر داشت. این یه دونه نونسی رو می‌ذاریم اینجا، باشه کسی گوش نشد بیاد بخره. بریم احساس می‌کنم بچه‌ها خیلی دوست دارن بهترین پاستیل رو بگیریم تا بهترین پیتزا آماده. وای چه باحال. قند داره تو باشگاه میری. مملی. آقا محمد سلام. اینا چند؟ سلام. ولی من حس میکنم یک مقداری مربی باشگاهمون با این داستان مشکل داره. چجوری اینا رو بپزیم؟ اینقدر کلا هوافضون. یه ایده ای. ما که همش رو نمیخوایم درست کنیم. تیکه تیکش میکنیم، از هر کدوم یه اسلایس. چون همش هم بخوریم واقعا میمیریم. چه کوچه بددستیه اینجا. چی؟ راه داره برو، راه داره. کجا راه داره؟ نمیدونم بچه‌ها یه جای جدید پیدا کردیم. خاکی راه. مازندرانی میشه راه خاکی. دیدی کوچه رو زود قضاوت کردی، گفتی کوچه زشته کی. من یه اعترافی بکنم، ما دقیقاً از مغازه اومدیم اینو نگرفتیم. گذاشتیم تو فریزر، یکی دو روز بعد داریم الان میپزیم. کار داشتیم. خیلی کار داشتیم. سرده دوستان. این رو نوشته بدون نیاز به دیفراست، نیاز نداره که یخزدایی بشه. چرا؟ قطعا شرکت کاله به همه گفته که بذارین داخل یخچال عادی. ما گذاشتیم داخل فریزر و یخ زدیم. ببینید بچه‌ها اینو نداریم، به تو اینم نداریم، اینو داریم، اینو داریم، اینم داداشم، اینو داریم، به تو اونم هست. بیف کو بیف اینه. اینا رو یه بار پختن. آره اون اصلا شبیه پختان نبود. تو بیشتر میفهمی یا کاله. ببینیم چیا داریم بچه‌ها. یه دونه پیتزا مخلوط رویایی داریم. خیلی دوست داشته باشم. من کلا پیتزا مخلوط خیلی دوست دارم. قراره این شکلی شه دوستان. پیتزا مخلوط قراره این شکلی بشه. روست بیف تو این ویدیوی بدترین ویدیو اینو گرفتیم. خیلی بدمزه بود. خوب نبود. چیکن استروگانوف داریم که قراره این شکلی بشه. خیلی پیتزای کلاسیک و خوشگلیه خدایی. این من احساس می‌کنم که عرفان دوست داره. چیکن استروگانوف خفه شو. نورپردازی خفن رو می‌خوام بهتون نشون بدم. عرفان در ویدیوی قبلی ما بهش گفتیم که نور ویدیو کم موقعی ما پیتزا دستمون میگیریم. ببینینش. برای همین عرفان اینجوری یه دونه از اینا کرده تو خودش. What the heck؟ باربیکیو چیکن. این چه فرقی با اون داره؟ چیکن استروگانوف با باربیکیو چیکن نمیدونی چه فرقی داره؟ من نمیدونم. هر کدوم یک شعار دارن. مثلا برو این جلو مثلا نوشته باربیکیو چیکن، لذت طعم ترش و شیرین باربیکیوی دودی در توضیحات خودشه دیگه. توضیحات روست بیف مثلا لذت طعم ترش شبیه اینو بدیم عرفان. آره جان سیر بچه این هیچی نداره. عرفان غذا که میخوره یه دونه پودر سیر میزنه، یه دونه چی میزنه. چه کاریه؟ بیا دوستان این پشوی ماه، پودر موسیر، ادویه موسیره، پودر موسیر، گرانول سیر خشک، پودر سیر. ببینید ما زردچوبه یه دونه داریم تو خونمون ولی 4 مدل سیر داریم چون عرفان سیر دوست داره. این دوستان اینا دیگه برای من نیست. بریم اینا رو آنباکس کنیم. این خفن ترین آنباکسینگ دنیا بود ولی یه مشکلی داریم بچه‌ها، مشکل خیلی بزرگ. اینا رو گذاشتیم تو فریزر. اینا همشون الان یه لحظه متوجه شید بچه‌ها. این اونیه که قراره اینو برن توش بپزن. نمیرن عزیزم. اسلایسشون میکنیم، از هر کدوم یه اسلایس میخوایم تست کنیم دیگه، نمیخوایم بخوریم. آروم بزنم. ما میخوایم تست کنیم. ما میخوایم تو ویدیو بذار. اینو میذاریم اینجا. لباسشو در بیار، لختش کن قشنگ. این میگم باید با غذا عشق بازی کنی. آفرین، خیلی داری باهاش عشق بازی میکنی. ما یه اسلایس بیشتر نمیخوام از این قسمت. آها برو ماشاءالله. نه واقعا داره میتونه. اینقدر این کثیفه. فویل کو. ارشیا خوبی خواب بودی؟ فویل کجا داریم؟ فویل کابینت زیر سینک نه بغلیش. یه دور دیگه میگی؟ کابینت زیر سینک نه بغلیش دست راست. خیلی خوبه که فویل داریم چون هواپزمون بو میده. بوی مرغ میده. اولی با موفقیت رفت تو و ما به نظرم بقیه رو بیاریم و با زور بازو انجامش بدیم.
سرده. راست میگی؟ باباش طرفدار انریکه و مامانش هم مثل بوداگه. ادیتور که همه اینا رو یه آهنگ یکی برسه به دادم گذاشته و تند کرده و نوشته در حال بریدن. به خدا همهش کذبه. حالا برین از ادامه آهنگ لذت ببرید. کیفش لباش من باشه واسه اون تراولاشه که همش حسین باهاشه. این پیتزا خیلی به نظر خوشمزه میاد. از همه خوشگل‌تر اینه. تو خوشمزه است سوسیسش. نخور بسه. من به عنوان کسی که نخورده به غیر از اون یخزده ها میگم این میبره. ببین من خیلی دوست دارم دوتا بذارم ولی ما یه دونه نون سیر هم هنوز داریم. نون سیرهای بد نعمت خدا. بچه‌ها هیچ وقت نونو نزنید چون تبدیل به این میشین. ها این کیه؟ ادیتور چیزی میذاره. آها ادیتور چیزی نذار. دوستان من به شما قول میدم ما اسراف نمی‌کنیم و همه اینا رو میخوریم. من این قولو بدم. این چیزه بیف استروگانوفه. این چیکن استروگان نه قاطی کردم. من یادم بیا. این بیف استروگانوفه. احمق این بیف استروگانوفه. اونی که ذرت توش داره باربیکیوه. خب پس این باربیکیوه. این اصلا اون دومی است. ذرت نداره هیچ کدوم. ارشیا امشب پیتزا داریم. پیتزا. به بینندگان تو خونه میگی ماو؟ نه. چقدر ما رو دوست داری ارشیا؟ من هم میشه بیام؟ بله. آقا کمرش درد میکنه. گناه داره. من دارم سوپ. میخوای بخوابی؟ شاید. اگه بخوابی پیتزا بهت نمیرسه. اکبر جوجه دارم داخل یخچال. من برم اکبر جوجه بخورم. جوجه داره داخل یخچال؟ این یخچال ما هیچ چی نیست به غیر از یه اکبر جوجه و یه عالمه سس. با گناه داره نخوری. خب بچه‌ها پیتزا آماده شد و من میخوام یه چیزی بهتون بگم. ما از صبح رفتیم باشگاه مثل سگ تمرین کردیم و وقت نکردیم نهار بخوریم. 1:39 دقیقه شبه و این ویدیو داره گرفته میشه و ما به عنوان اولین چیزی که قراره بخوریم اینه شوم. میگی شومو بخورم؟ چقدر نرم و سوس 0% چربیه. 0% همه چیز. به هیچ دردی آب بخوری بهتره. نزدیم به هم. اما نون سس میدم. اصلا دام سیر نمیدم. به نون بربری پودر موسیر بزنیم میشه این. یک تا 1. خب این چیکن استروگانوفه احتمالاً. شاید. آره خوشمزه. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه بود. چیکن استروگانوف 8 از 10. خوب چیکن استروگانوف بود. خدایی خوب. این باربیکیو چیکن. آفرین. خیلی بهشم میخوره باربیکیو چیکن. قشنگ مادر چیکنا باربیکیو شده به معنا واقعی. این واقعا باربیکیو شده. مزه پیاز سوخته شده میده. آره 0. این دوست قدیمیته. روست بیف یه بار ریدیم بهش. این دفعه ببینیم در زمینه پیتزا آماده ها بهتره. خوب کار حقش بود. خوب نیست. هیچی نیست. پیتزا آماده روست بیف کالا رو نخورید. نه اونی که بارها گفتم این بهترینه. بهترین میشه. چقدر خوشگله. نه واقعا خوشگل نیست. خیلی بد مزه. خیلی بد. چرا انقدر بده؟ مزه یه سوسیسیو میده که تو رب تفت داده شده. یه بار افتاده تو خاک قلط خورده. گرفتنش زیر شیر آب قطع. بهترین چیز چیکن استروگانوف بود. من به این 1 میدم. خیلی بد بود. انگار یکی دستش گره بود تو دماغش مونده بود روش. همه پیتزاهای آماده که در شهرمون بود امتحان کردیم. دیگه شما نرین چیزهای دیگه بخرین. فقط چیکن استروگانوف. فقط چیکن استروگانوف. می‌خواست خوش. ما فر نداشتیم اینطوری بوده. نه بیا اینو بخور. نه اصلا تنها نیست. بیا اینو بخور. خب هیچ طعمی نمیده. بله. اینجاهای خونمون زشته نذار. الان داره از اون تصویر میذاره که داره اینو اسکالپ میگیره. راست میگی. آفرین. بسه. از اونجا فیلم گرفتم. میشه یه بار جاش بذاریم فیلم بردارو؟ واقعا خیلی. یه بار.